با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. سلام بیننده عزیز. امروز 8 اکتبر است و در برنامه خبرهای نوی تاجیکستان و جهان را پیشکش خواهیم کرد. سرخط چندی از خبرهای برنامه. وکیل تاجیکسیتیز و مهاجر بدبین روس با یک بیانیه شهرت طلبانه مقامات تاجیکستان را عصبانی کرد. یک تحقیقی سازمان ملل نشان داده است که سطح دانش بچه ها در تاجیکستان پایان رفته است. والدانشان چی میگویند؟ بگوییم که با پایان رفته است خطا نمیکنه، برای که یگان میبینی سواد نکنه، یگان خط سواد نداره. در قرقیزستان بسیار زنی زیاد شده است و میانه روها برای پیدا کردن زنی دویم هم. روحانیان قرقیز چی میگویند؟ اگر مرد از همسرش جدا شده باشد و زن هم به شوهر باشد، ما آنها را نکاح میکنیم. وزارت امور خارجه تاجیکستان از وکیلان تاجیک خواسته است در ملاقات آینده با وکیلان مردمی روس بر رفتار میخائیل ماتویف، یکی از همکارانشان، بها بدهند که با نفرت پراکنی نسبت به مهاجران از جمله تاجیکان شهرت یافته است. شاهین صمدی، نماینده وزارت، در یک بیانیه در صفحه‌اش در فیسبوک گفته است که آنچه که میخائیل ماتویف درباره تاجیکان و کتاب‌های درسی آنها گفته است بر زیان رابطه‌های تاجیکستان و روسیه است که همدیگر را شریک استراتژی می‌نامند. میخائیل ماتویف چند پیش گفت که در کتاب‌های درسی تاجیکستان به قول او پیوستن آسیای مرکزی به امپریای روسیه را هجوم و اشغال نوشتند که درست نیست. او همچنین ادعا کرد که گویا تاجیکان در زمان جنگ داخلی مردم زیاد روس را کشتند. شاهین صمدی در واکنش به این ادعا گفته است که شنیدن چنین اظهارات از شخصی که با تاجیک و مهاجر بدبینی شهرت یافته است تعجب آور نیست. چنین اظهارات به جز زیان به همپیمانی و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه چیزی خوبی در پی ندارد. تاجیکستان میزبان بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در خارج است و این زمان روسیه صدها هزار مهاجر کره تاجیک را میزبانی میکند که از آزار و اذیت زیاد و بدرفتاری مقامات انتظامی با آنها شکایت میکنند. و مجلس نمایندگان تاجیکستان سازشنامه را تصویب کرده است که حرکت ماشین‌های باربر از طریق خاک ازبکستان رایگان و آسان‌تر می شود. بر اساس همین سازشنامه ماشین‌های باربر کشور همسایه هم باید در قلمرو تاجیکستان به یگان رخصتنامه حرکت کنند. سازشنامه حالا حکم اجرا نگرفته است و رانندگان هنوز هم اجازتنامه برای حرکت در قلمرو دو کشور را می‌خرند. فرزان محمدی گزارش می‌دهد. رانندگان ماشین‌های بارکش از آنکه سند لغو اجازتنامه حرکت از جانب وکیلان پارلمان‌های ازبکستان و تاجیکستان تصدیق شده است خوشحالند. اما طول کشیدن این روند آنها را نگران کرده است. بعضی از رانندگان ماشین‌های باربر میگویند با گذشت قریب 6 ماه از سازش نوی تاجیکستان و ازبکستان مسئله رخصتنامه یا دزوال همچنان مانده است. هرچند موجودیت این مشکل را آنها اعتراف میکنند، ولی دور از ثبت دوربین در صحبت حضوری گفتند که هر دفعه رخصتنامه را تقریباً به $100 آمریکایی خریداری میکنند. در صحبت‌های قبلی نرخ آن را گرانتر میگفتند. اگر دزمال برم مقصد ما بام خوب میشود، مقصد همه رانندگان خوب میشود. نیتال که مقصد ما با خوراکواری ارزان میشود. بار مقصد میگیریم جدت نمیکنیم، با ارزانتر بار میگیریم، مقصد میبیم امیر از خود که دزنال میگیری هوای مینوس میکنه. دزوال شما چند سومی؟ $160-170 در پریمیرنا. سازشنامه نو درباره لغو رخصتنامه ماه اپریل امسال در دوشنبه امضا شد. مسئولان وزارت نقلیات گفتند ترتیب نو بعد از گذشتن رسمیات از جمله رضایت پارلمان به اجرا می‌درآید. اولی ماه جاری پارلمان تاجیکستان و ماه گذشته پارلمان ازبکستان این سند را تصدیق کرد. همکنون مسئولان این ساحه میگویند که باید نمایندگان مجلس ملی، مجلس عالی و پرزیدنتان دو کشور نیز سندها را باید امضا گذارند. از این خاطر انجام این روند و سند قبولش دقیق نیست. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان هنگام پیشنهاد سند به وکیلان مجلس نمایندگان گفته است که حجت ساده کردن گزارش ترانزیتی ماشین‌های بارکش را توسط قلمرو تاجیکستان و ازبکستان پیش بینی می‌نماید.
هر سال در مجموع 25 تا 30 هزار اجازتنامه برای حمل و نقل دوجانبه، ترانزیت و انتقال بار به دولت سوم که قسم زیادی آن برای بارکشانی ترانزیتی توسط قلمرو جمهوری ازبکستان استفاده می شود، تبادل می گردد. هر سال واسطه های نقلات اتومبیلی تاجیکستان زیاده از 36 هزار حمل و نقل بین المللی را توسط قلمرو ازبکستان انجام می دهند. گرفتن رخصتنامه برای کشاندن بار از تاجیکستان به خارجه به واسطه خاک ازبکستان 6 سال باز هست، اما ارزش آن در سال روان بحث برانگیخته این بخش را ناشفاف جلوه داد. بر اساس سندی که نو امضا شد دیگر چنین اجازتنامه طلب کرده نمی شود. ماه ینوری امسال ده ها راننده ماشین باربر در گذرگاه فاتح آباد آیبک جمع شده از مشکل دریافت رخصتنامه شکایت کرده بودند. رانندگان آن زمان می گفتند هرچند راه به ازبکستان باز است، مشکلی گرفتن رخصتنامه مانع سفر شده است. وزیر نقلیات گفته بود که سند را از ازبکستان میگیرند، نه اینکه خودشان نشر و پهن میکنند. در هر صورت چند راننده تاجیک که در آنجا بودند از گرانی رخصتنامه گله کرده ابراز امید نمودند که احتمال سازشنامه زودتر تطبیق گردد. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان هم امیدوارند که از بین رفتن اجازتنامه امکان می‌دهد وقت انتقال و خطر آسیب یافتن بار بسیار کاهش یابد. ازبکستان در طول 6 سال اخیر به یکی از مسیرهای اساسی بارکشانی برای تاجیکستان تبدیل یافته است. میان دو کشور 13 گذرگاه است. سازمان ملل متحد گفته است که سطح دانش اندوزی در تاجیکستان پایین رفته است. در یک گزارش برنامه رشد سازمان ملل گفته شده است که تاجیکستان از نظر سطح دانش در قیاس با دیگر کشورهای آسیای مرکزی در زینه پایین‌ترین قرار دارد. بعضی از ساکنان به این راضی نیستند و میگویند برعکس تلاش برای دانش آموزی در کشور بیشتر شده است. همکارم علیشیر ظریفی تفصیلات بیشتر دارد. تاجیکستان در شاخص جهانی دانش که برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانیده است، میان 133 کشور جهان با کسب 36 از 1 خال موقع 111 را اشغال نموده است. بر اساس این رده‌بندی، این نشانداد در بین کشورهای آسیای مرکزی پسترین حساب می شود که با گفته بعضی دانشمندان به واقعیت نزدیک است. سبب پایین رفتن هم دانش هم کاستن آموزگاران و جهانیان معلوم که در اینجا جنگ شد، در تاجیکستان جنگ شد و بعد از جنگ معلمان زیاد به جمهوری های دیگر رفتن، خصوصا به روسیه و به دیگر مملکت های جهان هم رفتن و مکتب ها بی معلم منقرب و برای آنکه مکتب از جنبش نماند خواننده های صنف مکتب میانه را تمام کرده را به معلمی جلب کردند. در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان مکتب‌های زیاد ساخته شدند، ولی تامین آنها به آموزگاران کسبی از مشکلی‌های باقی می‌ماند. چند آموزگار در صحبت بدون ثبت قید کردند که با وجود تلاش آنها شاگردان همیشه در فکر دانش اندوزی‌اند. وزارت معارف و علم تاجیکستان موضوع را شرح نداد و تماس‌های با تکرار ما نیز بی‌نتیجه ماند. رهبران این نهاد در نشست‌های رسمی خود از وضع تعلیم و آموزش بارها تعریف کردند. ساکنان درباره سطح دانش و دانش اندوزی در کشور نظرهای گوناگون دارند. سطح دانش سوس شده کم میشه. نقص مثال مؤسسه هم نقص درس میتیم، فرزندمون هم خوب میخونن، معلم هم نقش رو درس میتیم. از نظر ما سطح سوادناکی بگوییم که با پایان رفته است، خطا نمیکنیم. برای که یگان میبینید سوادناک، یگان خط سواد نداره. به علم، به معرفت جامعه ما پیش نمی رود. از وضع تعلیم در دانشگاه‌ها نیز بارها نگرانی شده است.
3 سال پیش президент امامعلی رحمان برنامه‌های تعلیمی را تنقید کرده بود و گفته بود که برنامه‌ها کهنه‌اند و اکثر آموزگاران سیستم نوی کار با دانش آموزان را نمی‌دانند و نیاز به اصلاحات است. برخی کارشناسان برای نظرند که در نظام معارف کشور هنوز اصلاحات جدی صورت نگرفته است تا به سطح تعلیم و آموزش تاثیر گذارد. گزارشی از کشور همسایه در قرقیزستان دو زنگی و بسیار همسری رو به افزایش دارد. هرچند بر اساس قانون در این کشور هم مثل تاجیکستان ازدواج با دو یا چند زن منع است و برای آن جزا پیش بینی شده است. خبرنگاران بخش قرقیزی رادیو آزادی میگویند به مردانی که میخواهند دو زن داشته باشند در قرقیزستان آژانسی‌های مخصوص کمک میرساند. این مرکزها با وعده کمک برای تشکیل عائله مطابق به معیارهای اسلام برای مردان زنی دوم میجویند و بعض زنان تنهایی که آماده‌اند زنی دو یا سوم مرد باشند شوهر مییابند. گزارشی زرنگیزی نوروز شاه. آماده هم زنی دوم باشم. زن دارم اما با رضایت خدا میخواهم باز عائله دار شوم. چنین اعلانها در بخش قرقیزی شبکه‌های اجتماعی زیاد به نظر میرسند. آژانسی‌های هم زیادند که خدمت رسانی خود را برای کمک در پیدا کردن شوهر یا همسر دوم پیشنهاد میکنند. الحیات یکی از چنین مرکزهاست. در صفحه اینستاگرامی آن عکس‌ها از لحظه واخوری همسران آینده و نوار میزاجان نشر شده است. برخی از چهره‌های معروف قرقیز هم کار این مرکز را تبلیغ میکنند. مثل آوازخوان انژلیکا. ملاقات نخستین تشکیل می شود ولی واخوری دوم از خود شما وابسته است. از کار چنین آژانسی‌ها افراد زیاد استفاده می بردند. میرم هم یکی از آنهاست و چند سال پیش با میانروی یک آژانسی زنی دومی مرد شد. یک سامانه با نام نیکه نقطه کیگی بود. من آنجا نیم سال شوهر گفتم. بعد کوشش های بیهوده خواستم آن سایت را ترک کنم اما مرا با مرد شناس کردند که بعداً عائله دار شدیم. ما همگی 3 بار واخوردیم. وی میگفت که زنی اولش بیمار است و با اون نزدیک شده نمیتواند. شوهر میرم این رابطه‌اش را با او نه فقط از همسری اولش بلکه از تمام خویش و نزدیکان پنهان می داشت. بعد از زاییدن طفلی که بیماری داون داشت زندگی آنها تغییر یافت. وقتی فهمید که کودک دارای امکانات‌های محدود می باشد مناسبتش عوض شد. ما در بیمارخانه بودیم. یگان بار نآمد. حتی زنگ هم نزد. من کوشش کردم تماس گیرم اما وی ناپدید شده بود. زن و کودک او حالا به مالکیت و طلب الیمنت از شوهر سابق حقی ندارند. ازدواج آنها غیر رسمی بود. تنها نکاح اسلامی داشتند. این در حالی است که 8 سال پیش قرقیزستان با قبول قانون برگزاری نکاح دینی را به ثبت رسمی در اداره ثبت یا زکس منع کرده بود. ولی این قانون در مسجدها کم رعایت می شود. اگر مرد از همسرش جدا شده باشد و زن هم به شوهر باشد ما آنها را نکاح میکنیم. ولی اگر مثلا مرد زن داشته باشد و خواهد به اجازه او زن دوم گیرد ما البته نکاح میکنیم اما بهتر است اجازه او را داشته باشد. حامیان حقوق از افزایش مراجعت زنان یکم و دوم خبر میدهند. هر یکی آنها قصه های خود را دارند. مثلا زنی هست که با شوهرش تجارت مشترک دارد ولی فرزند ندارند. مرد خواست از او جدا شود ولی ترسید که قسمی از مالکیت را به زنش میدهند. بنابراین با اجازه زن او دوباره ازدواج کرد. زن دوم 3 فرزند تولد کرد و او را راندند. حالا کودکان را به وی دادن نمیخواهند. با گفته حقوق شناسان مسئله بسیارزنی را در قرقیزستان نامشخصی قانونها مشکل تر کرده است. بنا به قانون کیفری دوزنگی یا بسیارزنی این همزیستی مرد با 2 یا 3 زن در یک خانه است. ولی در اکثر حالت مردان دوزنه با همسران خود در خانه های علاهیده زندگی می کنند که این اثبات دوزنگی مرد را مشکل می کرده است. نزدیکان بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر کلاب که سال 2020 بازداشت و زندانی شد میگویند برای ترک خانه پدریشان زیر فشار سخت مقامات محلی قرار دارند. بهرام عنایت‌زاده را ماه نوامبر سال 2020 از جمله با گناه سوء استفاده از منصب، گرفتن پاره قلابی بعد 12 سال زندان محکوم کرده بودند. خود او و نزدیکانش حکم را نادرست خوانده بودند. آرام عزتوف برادر بهرام عنایت‌زاده روز 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا مقامات محلی به آنها فشار می‌آورند که از خانه پدریشان بیرون شوند چون قرار مصادره این منزل صادر شده است. برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.